Ome sen uspet neka, ona niva kapi. Ona nek što zapisnikna. Ana idem. Oj. Ulan o tagin. Ana nek što zapisnikna. O tagin güzel. Ana çek bana patron. Keşke این بینوی میگه نه ما را زده دو تانگین ها پارا دارم 100 نفر از دو تانگین ها السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، الله سبحانه و تعالی نیابان هر یک کدیم ما و شما باشه. بسیاریات شاید که دیده باشین در شهر کلوب، یعنی صدمه به نهایت برحمانش بگیم که صدمه هر یک کاری که میشه به خواست الله سبحانه و تعالی های الله سبحانه و تعالی هر یک اولادی که هر پاخ هر یک مادری که هر پدری که دنیا گذاشتن خداوند گناهاشون عفو و مغفرت بگردانه و وارد جنت الفردوس الاعلی بگردانه و در خانه دان کسی گفت که بیمار خداوند شفاشون بده و سببی که بگیم ترمزاش اتکاس کردن شاید چندین انسان ها یعنی بگیم شاید که دستاشون شکستن، پاهاشون شکستن، ستریسه نماز شدن. المهم که یعنی پروسا پریستاوی کنیم یک ناخونمون اگر که کم چقرش بگیریم سبحان الله چقدر درد میکنه، چقدر اعضای بدن رو میسوزونه، میسوزه گفتی با تمام وجود بدنت. از همون خاطر فقط میتونیم که دعا کنیم والله قسم حتی در نمازم در تهجدات دعا میکنیم در اقصان که خداوند صبر جمیلشون عطا فرمایه و الله نیابانشون باشه و الله محافظهشون بگردانه. یعنی دشواره وقتی که چیز در ویدیو میبینی دیگه های، وقتی در درون خودت حسش کنی تماما دیگه های. و همون خاطر الله سبحانه و تعالی هر یکی ما و شما را نیابان باشه و در حقشون دعاگو باشین. ادامه دیگه در رما اطراف تاجیکستان باشین بتونین گفتی که با مراحل فیزیکی فینانسی چه خیلی که دستان میاد انشاءالله به قدر استطاعت یاردم کنین دستگیری کنین. الله سبحانه و تعالی نیابانتون باشه. خداوند صبر جمیل براتون عطا فرمایه. برادران عزیز مهربان یعنی دشواره یک کسی از شما به قولی که سبحان الله الله اعلم در بسیار ویدیو میگن که 70 نفر از دنیا گذشته یا 80 تا بعضی 30 تا 40 تا میگن. حتی یک انسان هم بگذاره سبحان الله یک نزدیک تا یک خیش اقربا تا یک فرزند سبحان الله چقدر دشوار و مشکلی داره. الله سبحانه و تعالی ما و شما را از این مشکلی ها نگه بداره. خداوند براتون صبر جمیل عطا فرمایه. الله سبحانه و تعالی هر کجایی که باشین خداوند در پشت پناهش نگهتون داره. برای مردم کلوب فقط میتونیم دعا بکنیم که پروردگار براتون صبر جمیل عطا فرمایه. انشاءالله که الصبر مفتاح الجنه. انشاءالله که در این مصیبتی که این حال برای شما های صبر کردین انشاءالله جنت از خود میکنین. الله سبحانه و تعالی صبر جمیل براتون عطا فرمایه. برای انسانانی که از دنیا گذشتن خداوند برای اونها جنت الفردوس نصیب بگردانه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید اگر که شما طلب جنت کردین جنت الفردوس طلب کنین. ما خاطر برای برادران ما، برای مادران ما، برای خواهران ما، اکادران ما که دنیا گذشتن فقط میتوانیم که طلب کنیم که پروردگار براشون جنت الفردوس نصیب بگردان. و برای انسانانی که از خانهشان یگان خیش اقرباشون گذشته که فرزندهاشون گذشتن برای اونها رو پروردگار را جنت الفردوس نصیب بگردان. باقی مونده در امان الله باشه. در حقشون دعای صالحه فراموش مکنید. فی امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.